سلام دوستان، امروز قراره با هم پنکیک درست کنیم. ابتدا یک پیمانه آرد و یک قاشق پگین پودرمون رو با هم ملک میکنیم. بعد یک قاشق پودر قند داریم، نوک قاشق نمک، یک عدد تخم مرغ کامل و 30 گرم کره ذوب شده داریم که با هم مخلوط میکنیم. توی این دستور ما یک پیمانه هم شیر داریم که حتما باید مرحله به مرحله به این مواد اضافه بشه. این خیلی مهمه که یک دفعه شیر رو اضافه نکنید. اونقدر باید شیر بریزین تا غلظت این موادمون مثل یک فرنی خیلی روون بشه. وقتی به این غلظت مورد نظر رسید 1 دقیقه با همزن این مواد رو کاملا هم بزنید. بعد از اون یک قابلمه رو روی حرارت خیلی ملایم بذارید. کف قابلمه رو با کره یا روغن خیلی کم چرب کنید و با یه ملاقه مواد رو بردارید و داخل قابلمه‌تون بریزید. دقت کنید که از وسط مواد رو بریزید. حتما در قابلمه رو بذارید. هر وقت روی سطح پنکیکتون حباب دیدید یعنی باید پنکیک رو برگردونید و اجازه بدید که اون طرفش هم پخته بشه و همین کار رو تا انتها ادامه بدید. برای سرو پنکیک میتونید از مواد مختلفی استفاده کنید. من اینجا از سیرپ کارامل استفاده کردم و برش های موز. 1 لایه سیرپ میریزم، روش برش های موز رو میذارم، یه ورق پنکیک، دوباره سیرپ میریزم و ورق های موز. شما میتونید از نوتلا با توت فرنگی یا با مربا سروش کنید یا حالا هر چیز دیگه‌ای که کاملا سلیقه‌ایه. امیدوارم از آموزش امروز هم خوشتون اومده باشه. امتحان کنید و لطفاً این پست رو لایک کنید و نظراتتون رو داخل کامنت برام بنویسید. موفق باشید.